یادم ما بچه بودیم، ما رو پوشک میکردن با یه لنگ کثیف و یه پارچه پاره. برای بچه‌های امروزی پوشک 8 لایه اومده با عصاره مالت. بله، دارای تهویه، دارای صداگیر که موقع تو مجلس خواستگاری جایی بچه تلنگش در نره آبروریزی بشه. مثل برنامه احسان علیخانی یادتونه معسل پارسال؟ واو دیدی؟ برنامه زنده تلویزیونی معسل، بچه تو بغل باباش یه دونه زد. یعنی ببین از بمب نیتروژن بدتر بود. 80 میلیون ایرانی در کسری از ثانیه چسبیدن سقف خونه‌هاشون. اینقدر کار بیخ پیدا کرد احسان علیخانی میخواست خودش گردن بگیره که ول کنن بچه رو. اونجا خراب شد و انقدر این فاجعه دردناک و غمبار بود برای احسان علیخانی که پارسال تا حالا 2 بار خبر مرگش رو اعلام کردن الکی. دیدین دیگه.